سلام به بربکس جذاب و گیمر سینما گیم. من شایان شایسته هستم. منم هومن هستم و قراره با هم دیگه یه گیم پلی خفن، جذاب و کلکل با هم دیگه داشته باشیم. لیتس گو. چرا چیکار میکنی؟ اشتباهی دستم خود بریز. واقعا بازی خفن، خودش میده به تو استریک. خب دوستان، این بازی واسه دوستایی که نمیدونن توضیح بدم، یک بازی ریسینگه ولی واقع گرایانه نیست. یه بازی فانتزی جذاب و پرهیجانه. اگه دنبال بازیای پرهیجان هستی که با دوستاتون داخلش رقابت داشته باشین و کلکل کنین، این بازی رو حتما باید تجربه کنین. تو این بازی رو بازی کردی؟ نه، اولین بارم. منم اولین بارمه. حالا بازی نکردم. مطمئن باشم دیگه. شک نکن اصلا. شک کنی ناراحت میشم. 2 نفره چجوری میشد؟ من اولین بارم نمیدونم چجوری 2 نفر میشد. چجوری 2 نفر میشی؟ پیدا کردم. خب ماشین تخمی تخیلیتو انتخاب کن بری. این ماشین من. ماشاءالله چه سریع. منم ماشین کدوم ماشین انتخاب کنم؟ از حالا با اینو میگیرم. کاکو. لیتس گو. ماشین بازنده رو انتخاب میکنه. این بازیکن سیاه چرده. اوه چه مپی. یه مپ قورباغریون بیارم برات. اینو بگیریم بریم. اوکی. اوه پولیه اینا. چه ضد حالی. همون اولی رو میتونیم بریم. نه خریدمش. اوکیه. اولین بارته دیگه. بله. نمیبینی که بلد نیستم. فقط تو این بازی نیترو وجود داره، دریفت وجود داره. اینا رو بدون سرپیچا حتما باید دریفت بکشی. در کل کنترل بازیش بچه‌ها سخت نیست، خیلی هم راحته. فقط کافیه قلقش رو بگیرید. بریم که این بازی جذاب رو شروع کنیم. میخوام آقا هومن رو سوس کنم. بچه‌ها من سمت چپی هستم، هومن سمت راستی. این گازو فکر کنم. گاز دیگه. آره گاز. اینم نیتروه. ای هم نیتروه. اوکی. اما اول بازی قراره سیسکوویچ کنیم. ای بابا. خیلی بازیش خوبه. واقعا بازیش نیست جدا. برو کنار. خود برو کنار. من رفتم کنار تر برو پس. خیلی بازی خوبیه. واو. دست فرمون عشق میکنیم برو بکس. سر پیچ با این استفاده کن، این دکمه استفاده کن، دریفت میکشی. و یه چیز بگم، هر ماشین میدونی نیتروش اینا فرق داره. وای اتفاق اوزما رفتم. هر ماشین نیتروش متفاوته، میدونستی؟ این چیه اومده؟ کس خاصی نیست، دوستته. ای بابا. من رفتم یه محل پایین تر. وایو بزن بیا داخل مپ داشته باش. اومدی دیوس تارنکبوت زد به من. نیترو میزنه این بازیکن. مرسی. نزن پدر سگ. این چیه؟ تارنکبوت. من نمیدونستم، اگه میدونستم گیر نمیافتادم. بالا منم که میدونستم گیر افتادم. دیگه تأثیری نداره. خدا رو شکر من از آخر اولم. خدا رو شکر که من سومم. داداش قلق دریفتش رو بگیری خب خیلی پیشه رو راحت میتونی رد کنی. دهنتی. یکی از بهترین بازی های ماشینه به نظر من. گندت بزنم.
خیلی عقب من افتادم. سومم تو 12 میده داشت. به چه امیدی داری بازی میکنی تو من نمیدونم حقیقتا. 12 شدن افتخار بزرگیه. آره مهم بردن نیست، مهم باختنه. مهم لذت بردنه از این مزخرف هایی که بازنده ها میگن. واقعا لذتی نداره. خفت همش. رو میشه کنار بابا. این تارنکبوت ما سرویس کرد. من فکر کنم 13 شد. وای افتادم پایین. وایو نزنی وقتی افتادی پایین ها. چرا میزنم تو واقعا خیلی سریع میاد بالا. خوبه میدونی؟ جوابه. آی 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 خدا. یعنی من از کنار میرم با تارنکبوتش بهم میخوره. دیگه باید دقت کنی داشت. با ولم کن. کبوت پدر مادر. خب تمام. من چندمم دوم شدم. نه نه بابا تا میخوایم ببریم باز هفتم. ای خدا داداش گاز بده بیا. خیلی عقبی ها. گازتر. گاز این گاردریلا بدن خیلی بدن. سعی کن بهشون نخوری. اینو بهم میخوام اصلا کاری ندارم بهشون. آره گوش نشونه. لعنتی. نه گندت میزدم. تارنکبوته واقعا رو اعصابه. این تارنکبوته واقعا رو اعصابه. بدم رو اعصابه. گاردریلا بدن. خیلی بدن. برو گم شو کنار. نه تارنکبوت نه. بابا این تارنکبوته خیلی رو اعصابه. یعنی چی آخه؟ از قصد این از کجا میپاچه رو این صورتت هم میپاچه. گندش بذارم. باری کرد خوبه. left again. اوکی داشت بخیر. خب ماشین رو عوض کنیم. آره این ماشینم خراب ماشین بود. به درد نمیخورد. کنترلش خوب باشه هندلینگ میشه نه؟ آره هندلنگ. اینو ناموس هندلینگ داشت. اینو ببین من گرفتم نگاه کن. بس منم ناموسه. چرا بخاطر لاستیکای کوچیکشه؟ چه لاستیکیه؟ خب یه جده راحت‌تر بذار. آره این خوبه. این یه لبات بالاتر دیگه. به پولمون نمیرسه پس شدم. همونها. من دفعه چندم تو بازی میکنیم؟ این فکر کنم اولین بار باشه. الان من خودم دومین بارم دیگه. یه دست بازی کردم 12 شدم. دست قبل بازی نکردم. نه حواسم مثلا جای دیگه بود. دست قبل چندم شدی؟ اول که نشدی که. اول 8م 9م شدی؟ نه اول بودم. اوکی لیتس گو. آماده ای؟ بچه ها تو کامنت ها ما رو تشویق کنید. سمت چپ منم، سمت راست هیومنه. هر کی بیشتر کامنت بذاره بیشتر تشویق کرده. آفرین. لایک هم یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید لطفا. واو چه میکنه این دو بازیکن سیاه چرده. واو چه نیتروی خفنی داره ماشین من. وای رند و اصل من. وای پیل پیکر من. تو جلوی منی؟ نه من آخرم. چه غلط ها. بیور کنار بچه. بیور کنار. این چه اینجوری خود درگیری داره؟ برو آخر باشه لو هم میایی. برو آخر بشا. بدم میاد از این کارا. چه لنگی داشت. بله اولم من. و هومن دوم داره جر میده خودش تا به من برسه. جان میده. داره لاستیکاشو جر میده تا به من برسه هومن. اما نمیدونه که نمیتونه برسه. یک ارتفاع زیبا. یک لیفت زیبا از شایان شایسته. چه میکنه شایان؟
شایان شوماخر معروفم، چه کنم؟ مطمئنی؟ آره داداش. اینو بخور. خوردم مرسی. پرشب بودی کمچر؟ راشی مگه بخوره. خب چی؟ ملکی میدونم جف بدم. بیا بریم بیا با هم. خب میخوام بذارم بغل پاک کنم چای مایی چیزی بخوام تو برسی. خوشحالم میشم. جفرانمو بزنم. جفرانمو بزن دورتو ببینیم. خیلی جلوتری ها. بازی با تو هیجان نداره. این چی میگم ضعیفی. آره نمیرسی. اصلا منم مجبورم شل بازی کنم باهات. مرز برو تو گاردریل. فلان که پشت تا. آخ تو برو تو گاردریل لاشی. تمام. نه خیلی پشتم چیشی تمام. بگوزی رسیدم بهت. روز بیا رسیدم. نفاق باشه میگوزی ها. این از این گاردریل رو بخور ببین چی میشه. جالبه خیلی. نه یه دونه بخور ببین چی میشه. خیلی جالبه. باش ببینم چی میگه. داداش من دارم بهت میگم جالبه دیگه، نگران نباش. چیز خیلی خوبیه. ثوابم داره تازه. من نیترو ندارم. منم ندارم وگرنه ردت کرده بودم. ولی الان نیترو رو گرفتم سریع. آره وای دستم اشتباهی خورد به دور آخر بود. اشتباهی دستم خورد به ایکس. خب واقعا بازی خفنی. بازی قبلی رو که من بردم کاملا مشخص بود. من دستم اشتباهی آره. دکمه اشتباه بود. و تصمیم گرفتیم یه بازی دیگه رو با هم دیگه بازی کنیم به نام سوپر توی کارز آفرود. این بازی هم ریسینگ ماشینه و فانتزیه. دفعه اولت هم هست. بله دفعه اولم من همه این بازیه که این دفعه اولم هست. کلا باکرم من تو این بازی. هر کی میگه دفعه اولمه هیچ وقت دفعه اولش نیست. میگه بدونین 10 بار تجربه داشته. خیلی هم حرفه‌ای اتفاقا. کسی که دفعه اولش نباشه واقعا هیچ وقت نمیاد بگه دفعه اولم. میگه دفعه دومه. چوسی میاد. صادقانه است. خب چیکار باید بکنیم؟ بزن رو ریس. 2 نفره میشه اصلا ما همجوری اسب اومدیم داخل این بازی. 2 نفره چجوری میشه حالا؟ آها ایو بزن. ایول میگم 2 نفره میشه. واو چه ماشینه بازی. مثلا کامیون چرا باید با این مسابقه با 4 چرخ دیگه میدن دیگه. بچه پر مسابقه ای هستن. چه ماشینه خفنی داره ولی. چی بگیرم؟ 206 بگیرم؟ 206 هم داره مگه؟ چه میدونم شبیه 206 207 البته. بگیر. اگه غلط نمی‌کنی بکن. در هر صورت تو بازنده ای لعنت. من دفعه دوممه. دارم چاسی میام. خب آخر پشت موتو نشون دادی خیالت راحت شد. بچه ها من پشت موهاش بلنده نگاه کنه اینا. پشت موهاش بلنده بسته. چیه اونجا؟ ببینید تو ویدیو بیفته حتما. اینجا یه چیزی هست. خداش دیدن اوکی حل. اوکی خب بریم مثل ریس. اوکی آماده ای؟ اوکی. اینو چرا هم میرن؟ بچه ها بالایی مونو پایینی هومنس. چرا سرعتش زیاده؟ یا من چرا خب احساس کنی که سرعتشون یکم زیاده؟ سرعت زیاده ولی این نیترو نره؟ نمیدونم والا منم مثل تو دارم اولین بارم. چیز میزم میشه پرت کرد. هر جا میتونی بری اوپن ورده. جیسیه ای؟ بازیش بد نیست ولی فیزیکش یه خورده تخماتیکه بچه ها. فیزیکش شیمیه. فیزیکش داشت یه خورده ریاضیه. بعد دیریف نمیشه کشید. چرا فیزیک بازی این شکلیه خوده؟ خیلی گیم پلیش منو یاد گادافوار 6 میندازه. گادافوار 6 از کجا میشه؟ یاد چی میگفتم ماشین جنگی تو پلی‌استیشن 1. یادت میاد پلی‌استیشن 1 ماشین جنگی داره؟ چی شد؟
اصلا هر جا بری نمیگه داری اشتباه میری. کلا این خیلی افکار بازی دارن بچه‌ها. یه بازی روشن فکرانه واسه کسایی که قیافه رو کاراکترم افتاد بیرون بنده خدا. من اصلا کاراکتر ندارم. این سرعت هم کم شد. بچه رو این انا نباید بریم. چی شد؟ الان تو چرا روی اونجا ان بود؟ آره آره خب چرا مپ کدوم بره؟ اون بری من اولم نمیدونم هفتمم تو هشتمی. خودش چیز میکنه بچه پر رویه. بچه رفتیم تو انا. این رفتیم تو انا. خب به انا درم باز شد. در سمت شاگرد بازه. اشکال نداره. ناکن ماشین هم آتیش گرفته الان میتره که اشکال نداره بزرگ میشه دیگه. ولی مپش بالا. مپش بالا ولی بازیش خیلی خیاره. آره قبول دارم. خیار بودنش قبول دارم. فیزیک بازیش پایینه. قبول نداری؟ یعنی مثلا بازی قبلی فیزیکش خیلی قوی بود. میگیب کشیدن سرعتش ریتروش خوب بود. این خیلی چجوری بگم ماست اصلا اینو خشکه تا ماست باشه. چه مسخره. خشکه بیشتر تا ماست باشه. ولی خب یه خورده رو فیزیکش کار میکردم به نظرم جا داشت بهتر بشه. مثلا توی اونجا داری جون میدی؟ نه رفیقمه. رفیقت منم پای سرتم. پای سرمی؟ ولی خب هنوز چه نباید تو انا برم. بی تو انام برو. خب اینا چی هم؟ اینا رو بگیر ماشین رفلش میشه. اصلا هیچ هیجانی نداره این بازی. خود هیجان درست کن برش. منو پایین. منو بالا. منو پایین. چیز موشک من رفتم بای بای. تو بودی؟ من پرواز کرد. نیترو نگرد شدم واسه اینجا مواده. اینا رو بگیر. جون رو گرفتم ایوه. ببین جا داشت بازیش خوب بشه. میدونی چی میگم؟ قابلیت خوب شدن داشت بازیش ولی فیزیکشو باید خیلی بهتر میکردم به نظرم. یه خود چجوری بگم خشکه بازیش. فرمولش سریعه مثلا. قبول نداری فرمول میگیری سریع چپ و راست میشه. مثلا از قصد خواستم مسخره بازی در بیارن اینو ساختن. تموم شد. چرا زندگی میکنی؟ خب بچه‌ها اینم از این بازی. حتما بازی کنین. این موقعیت از دست ندین. دوست دارید اعصابتون خورد چه بازی کنید ولی نه بازیش جالب نیست. اگه دوست دارید خب نصب کنید بازی کنید. اگه خوشتون اومد. من خوشم نیومد واقعا. اگه بیکاری میتونید بازی بعدی. Next game. میخوام بهتون یه بازی دیگه معرفی کنم. احتمالش هست که بشناسید ولی فکر نمی کنم. بازی کشتی کج. اما نه اون کشتی کجی که شما فکر میکنید. کشتی کج فانتزی. بله من علاقه خاصی به بازی فانتزی دارم کلا. بریم داخل بازی تا با هم دیگه گده کچکتری معلوم باشه. واو. یه شانسی که دارم شاید واسه اولین بارشه داره کشکج فانتزی بازی میکنه. دفعه اولشه. کلا امشب دفعه اولشه. من اولین بارم پشت کامپیوتر نشستم. خب برعکس جذاب سینمایی اینم از بازی کشتی کج فانتزی. یک بازی خیلی خنده‌دار و سرگرم کننده است. حقیقتا از بازی کشتی کج زیاد خوشم نمیاد. من اون کشتی کج رو میگم. کشتی کجی که 80-90 گیگ حجم میشه و خیلی هم سنگینه. گرافیک بالایی هم داره. قیافه‌اش چه اینجوریه؟ فانتزیه دیگه. باله. خب صبر کن. من آره. خب پلیو بزن. پلی دیگه. بگر عقب. همین اوکی دیگه. بانبانو بزن. خب 2 نفره بیا پایین. ویس پلیر نداشت آنلاین نه. بزن. خب حالا منم اومدم. یه عکس فیگور بریم برای کاورمون. ایوه این قراره کاور ویدیو بشه. بزن ایو بزن. شد پشتمون تو عکس نیفتاد. ای بابا بچه من پشتمون دارم. مطمئنی دختره رو میگرفتیم بهتر نبود؟
خب اشتباه کردم. خب تو بده چپ من رفتم راست. اوکی خب قیافه‌ها رو تو رو قرآن ببین خیلی فانن. ابهتشون اصلا پیمنشون فرو باشید پشم شد بنده خدا. ولی گرافیکش خوبه دقت کن با اینکه فانتزیه گرافیکش خیلی خوبه. فقط این ری میستری از خودش خشن تره اینجا. آندرتیلر رو بعد چیزی بگم اینجا خب هر کاراکتر فنای خاص خودشو داره، چه میدونم به قول گفتنی قدرت خاص خودشو داره. خب من ری میستریو رو میگیرم. اوکی لیتس گو. یه بار دیگه هم بعد ایو بزنی. ای بابا فیگور گرفته بودم. پشیمون افتاد؟ فکر کنم افتاد. اگه افتاد کامنت کنید. من دیدم. کامنت کنید. مثلا کامنت بزنم پشیمون افتاد. داداش پشیمون افتاد. نه بعد بگیم پشیمون هست افتاد. حتی لفظش هم درست نیست. جادوی کلمات اعتقاد داشته باشه. ایو بزن داشت. ایو بزن. جادوی کلمات داشت. چه تم ورودی داره. اوه رندی اورتون کوتوله وارد شد. فکر کنم فقط بالا تنه ورزش کرد، پایین تنه زیاد تحرک نداشت. فیسش از همه جاش بیشتر عضله داره. وای لعنتی. پس من چی شدم؟ تو کوچیک بودی؟ خب چی به چی حالا؟ این میگیره این شوت میکنه. اوه شیت. چی؟ کام مال فکری. اینجا وایس ببینیم بابا. اینجا چه ماسته این. اینو بخور. گشنم نبود. خب لیزر میزنم. نکن بیا نکن. بیا باشی بزی به رنگ میری. اینو بخور. نکن اینم مشته آهنی. غلط ها چجوری صدا شده؟ بزن دیگه. واو میگه میکنی. نه او دفاع هم داریم. باشو یه لحظه. چی به چیه؟ دکمه از هنوز نمیدونم. آی بابا نزن. مشت آهنی. دارم دکمه رو یاد میگیریم چی به چیه بالا. بابا چیری میره بالا. چه میدونم. یک چرا فکر باید میگم اصلا. یه پاره میکنی منو. اوه چی کار کردم؟ چجوری اینو گرفت؟ مشت آهنی. بابا مشت آهنی حساب نیست. اصلا آهنی نیست. چوبیه؟ چی کار داریم میکنیم؟ مگه میشه همچین چرت چه میدونم. بدم که داریم میشه دیگه. بیا مشت منم دفاع. اوکی حله دوست داشتی؟ نمیدونم والله داریم یه غلطی بیا مشت. رندش خرابه. باور چت نشه همینجوری دارم الک بلکی دکمه رو میزنم. باشو یان تکلفنیه. او دفاع کردم. بابا دفاع کرده بودم. دفاع کن من حمله میکنم. شوت کرد. داداش میشه نزنی یه لحظه. برم آوردیم رو. 1 2 3 نه تو غلطا. کجا داری میری؟ اینجا برنامه داشتی؟ آره داشت باید داشت. چی کار داریم میکنیم با هم دیگه؟ بخواب میشینه دیگه پا نمیشه. نگو تا اینجا میپره. اینجا یه لحظه بیا کار دارم. میپره تو بپرین فانتزیه. دیدی؟ ای دهنه تو سلف سرویس. یک هم فقط کم داشت. شوت کن. شوت آهنی.
تو آهنی ماهنی نده وقت دفاع میگیرم حال کردی؟ فکر کن اینجا تخمی تخیلی اینو بخور سوپلکس آمان بیبی اوکی بیبی چجوری رفتی بالا؟ این بزنی میری بالا فکر کنم تا 3 میشونم بزن 1 2 3 نامرد اینو بخور گاف اوه سفن قدرت یه چیز جدید سفن یاد گرفتم سب دعیوس منتظری بلند شم اوه بلیبت بابا ولم کن دیگه واو بیا ول صورتشو دفاع زیبای هارلی مک‌کوین با چی دفاع میکنی؟ شانسی بد میگه چه دکمه بزنی شوت کن مرسی تو موسیو پین کنی بردی دستم خرابه باتریش تموم شد خب چی بگیریم دوان جنسن نداره راک احساس میکنم باید داشته باشه نه نداشت دیدم من احساس میکنم قبلا بازی کردم داشت دوان جیسون اسمش دوان جانسون بود چی اسمش دوین جانسون مطمئن داشت این خیلی خوبه قبلا بازی کرده بودم باش اینو میگیرم چیه؟ گوب سیگلره یه سر اوکی بزن اوه دانتیگر از توی این چیزا بیرون میاد همیشه بزن بریم چشماشو بینه کنگش نمی اونو گرخیده بدبخت والا تو کشتیکج هم بیرون میگرخید دانتیگر رو میدید همین اول میره واسه قدرتی ابله داداش درد اومد 1 چوری پا شد داداش جون داره طرف آی بابا همون بگیره قلب طرف بنده خدا بلند هیز آندرتیکر آفرین عالی بود کاره ببین کلاهش هم حتی در نیاوردن هنوز چرا بالا نمیری؟ اینو باید بزنی اینجا بازی فرار میکنه که اشتباه شد واو خوردی بش من زدم فکر کنم واو درد داشت نیمه داشت از این خبره نیست فرکشم هنوز جان در بدن دارم واو سرخی شد بدبخت چه دفاعی به موقعی کرد این بازیکن سیاه چربگان بابا بخور لگر شوت بابا درد میاد داداش والا درد میاد این کار اینو بخور اینم بخور اوکی جان بیا بابا داداش یواش وحشی آقا رو اذیت میکنی عصبیش میکنی این اتفاقا میفته شوتو بخور وحشی چیکار میکنه خودش میندازه وای چرا نمیگی چیکار میکنی خودش میندازه تو سگ نقشه داشت این مزون داره واو شیت جروش شدم اینو بخور کی کیو زد الان دقیقا باورم شده تو کشیکش نمیفهم کی کیو زده نیا نکن چه فرار میکنی آقا برای نمیزنه همه دخمه رو دارم پس میکنم بیناموس نمیزنه اینم مشته استاد
پاشو عوضی کن پاشو ولم کن عصبی یا اندرتیکر این قرقلت یارو خوب شد آی چی کارش کرد نمیدونم والا درد اومد بنده خدا فقط نمیدونم گم شد چه صورتی شد صورتی دونش واو این چه کاری آخه با اینه کارش بس میکنم داره فلج میشه بنده خدا نیا بزنش بابا تو اندرتیکری مرگ من یه قدرتی هم بخوام بزنیم دوست پد میشه بیه تو مرگ دونش بره یه ولم میکنم چه بگو اصلا هم میری ها چرا نمیزنی؟ شوتش کن حمله به پایین تنه دفاع زیبایی میکنه این بازیکن چه بدلی میزنه چه ضربه‌ای میکنه این بازیکن اینو بخور بازیکن بزن نه بی‌ناموس چی کار کردی؟ حالش خوب شد ضربه خورد بله میره واسه این حرکت و هم میره واسه این حرکت این چون پا میشه قوی میشه اون کارو بد نمیزنی؟ نه بد میخوری هم بد میزنی تموم شد نابود شد طرف صدای ناموس به صدا در میاد و اندرتیکر برنده همیشه این بازی داریم مشاهده میکنیم همیشه من که گفتم تا حالا بازی نکردم اولین بارم بود. خب دوستان این بود از بازی‌های 2 نفره جالب و جذاب که دوست داشتم بهتون معرفی کنم و در حینی که معرفی میکنم روی آقا هومنم کم کنم و ببینید تو این بازی من شاه هستم. منم اون سربازی بودم که تونستم به خونی آخر شطرنج برسم با تبدیل به وزیر بشم. بحث نیچه سنگین چرا کردی؟ ربطی داشت از امیدوارم خلاصه از این بازی خوشتون اومده باشه، حال کرده باشید. اگه دوست دارید بازی 2 نفره بیشتری معرفی کنم بهتون، چون تا دلتون بخواد بازی 2 نفره‌ای دارم که معروف نیستن و احتمال خیلی زیاد نمیشناسیدشون، ولی بازیایی هستن که فوق العاده جذاب هستن. میتونید رو سیستمتون نصب کنید با 2 تا دسته یا حتی 4 تا دسته، بعضی از بازی 4 نفره هم میشه، با دوستاتون بازی کنید، عشق کنید با هم دیگه و بزنید، بکشید، بخندید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت فراموش نشه. اگه ساب نکردید حتما ما رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله بی‌ناموس کنار سابسکرایب هم بزنید تا ویدیو گیم پلی بعدی